با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز. در این برنامه همراه ما باشید تا شما را با چند دانستنی جالب درباره اتحادیه اروپا آشنا کنیم. اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل از 28 کشور در قاره سبز است که با نام اختصاری EU خوانده می شود. این اتحادیه در اصل گسترش یافته جامعه اقتصادی اروپا است که در سال 1957 با همکاری 6 کشور اروپایی تشکیل شد. از آن زمان به بعد اتحادیه به سرعت گسترش یافت، اعضای بیشتری پیدا کرد و حیطه کارش وسیع‌تر شد. در سال 1993 پیمان ماستریخت چارچوب کنونی قوانین اتحادیه اروپا را تعیین کرد. در ماه دسامبر سال 2007 پیمان لیسبون آینده جدیدی را برای اتحادیه ترسیم کرد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، آزادی سفر مردم، کالاها و خدمات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تضمین شده است. پول اتحادیه اروپا از سال 2001 یورو نام گرفت. این پول در حال حاضر در 17 کشور که معروف به منطقه یورو هستند در جریان است. ایست بازرسی‌های کنترل پاسپورت از میان بسیاری از کشورهای عضو بر اساس معاهده ویزای شنگن برچیده شد. اتحادیه اروپا تقریباً 500 میلیون نفر جمعیت دارد. اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت و سازمان ملل متحد است و 21 کشور از اعضای آن به پیمان آتلانتیک شمالی پیوستند. ارکان مهم اتحادیه اروپا عبارتند از پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا شامل شورای سران و شورای وزیران، دیوان دادگستری اروپا و بانک مرکزی اروپا. اتحادیه اروپا همکنون شامل 28 کشور مستقل می شود که عبارتند از اتریش، اسپانیا، استونی، اسلواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند، یونان و کرواسی. 5 کشور آلبانی، مونتنگرو، ترکیه، جمهوری مقدونیه و صربستان نیز در لیست انتظار پیوستن به این اتحادیه هستند. همچنین 2 کشور بوسنی و هرزگوین و کوزوو از جمله کشورهای فهرست نامزدهای بالقوه اتحادیه اروپا هستند. قوانین اتحادیه اروپا. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، اتباع کشورهای عضو این اتحادیه می توانند با داشتن گذرنامه یا کارت شناسایی معتبر آزادانه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسافرت کنند و بدون نیاز به اجازه اقامت در آن کشورها به مدت 3 ماه اقامت کنند. شهروندان هر یک از این کشورها می توانند در انتخابات پارلمان اروپایی شرکت کنند و نامزد شوند. در صورتی که هر یک از مؤسسه ها یا نهادهای اتحادیه اروپا مرتکب خلاف شوند، می توان به کارگزار اتحادیه اروپا شکایت کرد. مواردی که می توانند مبنای شکایت باشند برای نمونه عبارتند از اعمال تبعیض یا کندکاری یا اجتناب از دادن اطلاعات مورد درخواست. همه کسانی که در یک کشور عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند حق دارند شکایت کنند. این حق شرکت‌ها و اتحادیه‌ها یا تجمع‌های دیگر واقع در هر یک از کشورهای عضو را نیز در بر می‌گیرد. شکواییه باید به صورت کتبی باشد و زبان مورد استفاده می‌تواند زبان هر یک از کشورهای عضو باشد. کارگزار اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ واقع در فرانسه است. کشورهای عضو هر ساله به اتحادیه اروپا حق عضویت می‌پردازند. از سوی دیگر همه کشورهای عضو سالانه از بودجه اتحادیه اروپا پول دریافت می‌کنند، از جمله به صورت یارانه کشاورزی یا کمک به پیشرفت منطقه‌ای یا کمک هزینه به پیشبرد پژوهش یا آموزش و یا فرهنگ.
برای از بین بردن تفاوت بین کشورهای پولدار و بی پول عضو اتحادیه اروپا، کشورهای پولدار معمولاً بیش از آنچه که دریافت می‌کنند حق عضویت می‌پردازند و کشورهایی که وضع مالیشان خوب نیست بیش از آنچه که می‌پردازند دریافت می‌کنند. روش اداره اتحادیه اروپا. در اتحادیه اروپا 5 رکن وجود دارد که در آنها کشورهای عضو با هم همکاری می‌کنند و تصمیم‌های مشترک می‌گیرند. پارلمان اروپا که نماینده مردم کشورهای عضو است، شورای وزیران اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو است، کمیسیون اتحادیه اروپا که وظیفه‌اش اتخاذ روشی است که فعالیت اتحادیه اروپا به سود همه اتحادیه باشد، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که قوانین را تفسیر و اجرا می‌کند، دیوان بازرسی اروپا که وظیفه‌اش نظارت بر بودجه اتحادیه است. بالاترین مرجع سیاسی اتحادیه اروپا شورای سران اتحادیه است که در آن رؤسای دولت‌های عضو در اجلاس‌های مشترک شرکت می‌کنند. ریاست اتحادیه. در حال حاضر کشورهای عضو به نوبت ریاست اتحادیه را به عهده می‌گیرند. هر نوبت ریاست 6 ماه طول می‌کشد. وظایف کشور رئیس اتحادیه عبارت است از سازماندهی کارها در شورای وزیران، ریاست جلسه‌های شورای وزیران، میانجیگری بین کشورهای عضو. این روند با اجرای معاهده جدید اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد. در معاهده جدید که به پیمان لیسبون معروف شده، تعیین یک رئیس با دوره طولانی برای زمامداری اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. همچنین برای کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا یک هیئت نمایندگی ارشد در نظر گرفته شده است. همچنین تعداد کشورهای دارای حق وتو در اتحادیه اروپا را کاهش داده است و بر این اساس کشورهای کمتری خواهند توانست با استفاده از حق وتو در تصمیمات اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشند. در این معاهده همچنین قدرت بیشتری به پارلمان اروپا تفویض شده است. میزان نفوذ کشورهای عضو در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا نیز تعیین می‌شود. در واقع میزان حق رأی کشورهای عضو در این نسخه مشخص شده است. البته سران اتحادیه اروپا متعهد شدند که اجرای نسخه جدید حق رأی کشورهای عضو را تا سال 2014 به تعویق اندازند. در صورت اجرای این معاهده از میزان نفوذ لهستان در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد. بسیار ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز با این برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.